يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب کسی به نام ساینسدان که ما جلو بحث میکرد، من برش گفتم ببخشی خفه نمیشی؟ گفت نه. سر ما چیز کرد، گفت شما ملاها چی کردین؟ شما ملاها چی کردین؟ ما گفتیم ما ملاها همه قضور داشتیم که اتحاد شوروی را، حکومت شما کمونیستا را شکست بدیم. این بی فتوای ما بود که شما را در بدر کرده بود. امیالم کس ما گفتیم که دمی حکومت های دیگر هم ببینه، امیالم کس امریکا و فلانی کل فشارش سر ما ملاهاست. از دیگه والای خوب بترسن. امریکایی را که بگم این چینایی ها چطور است، میگه یا فقط تره وارستن، نه تلخ هستن نه شیرین هستن. ژاپنی را پرسانش کنه میگه درست است، و ژاپنی طیاره میسازه و راکت میسازه، ولی میگه این کسایی که هستن اینا برای مردم فکر میتن، اندیشه میتن، ایمان میتن، اینا را با خالق جهان معرفی میکنن. از این خاطر از دیگه کس نمیترسه. گفتم از این ما میترسه و ما میتونیم که نمیگی کسی که روز تکت کردیم انشاءالله تعالی امریکا هم تکت میشه و ما ذلك علی الله بعزیز. این کار چیز نیست. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر مشرکین شکست دادن، الله برش آیت قرآن نازل کرد که و ما رمیت اذ رمیت، ای پیغمبر این زدن تو نبود، ولکن الله رما، این زدن الهی بود که و ما یعلم جنود ربک الا هو، که لشکر الله را نمیشناسه مگر خود الله میفهمه که لشکر ما در کجا وظیفه. ای که ما ضعیف شدیم، ای که لشکر الله در صف ما قرار نمیگیره، ای که از ما ملائکه الله دفاع نمیکنه، ضعیفی ما هست. ما هستیم که ایمان ما ضعیف است. ما هستیم که اوامر الله را درست تطبیق نکردیم. در غیر از او الله ان الله مع الصابرین، ما صبر نمیکنیم. ان الله مع المحسنین، ما محسن نیستیم. ما عظمت الله را درست در قلبهای خود جای ندادیم. وقتی از مخلوق ترسیدیم، باز مخلوق سر ما شیرک میشه، باز مخلوق سر ما حکومت میکنه، باز کافر سر ما قدرت نمایی میکنه. از این خاطر ما ضعیف هستیم. وقتی کسی برای کو گفت کو تو چقدر قدت بلند است، کو گفت نه برادر، ما قدم بلند نیست، اینمه قدر قدم هست، زمین پست است که ما در مقابل از او بلند معلوم میشه. ایناله 4 نفره که به نام ساینسدان خدا معرفی میکنن، من برش گفتم که تو بیچاره چی کردی؟ ساینسدان های دیگه خب به سیارات رفتن، ساینسدان های دیگه راکت های زمین به هوا ساختن، یک افتاولگن جور کردی. گفتم بر ما بتی، اما افتاولگر هم یک بی سواد جور میکنی. تو آمدی تمام روز از ساینس گپ میزنی. ساینس زبان نداره. تو چی کار هستی که خدا ترجمان و سخنگوی ساینس معرفی کردی، در حالی که ساینس هم نمیفهمی؟